مرد با نام یحیی از طرف خدا فرستاده شده بود که درباره نور شهادت دهد و همه به واسطه یحیی ایمان آورند. یحیی خود نور نبود، ولی برای آن آمد که درباره نور شهادت دهد. آن نور حقیقی که به همه آدمان روشنی می دهد به جهان آمده ایستاده بود. او به جهانی که به واسطه‌اش آفریده شده است آمده بود، لیکن جهان او را نشناخت. وی به نزد خلق خود آمد، ولی آنها او را قبول نکردند. اما به کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند حق داد که فرزندان خدا شوند. آنها نه به طور طبیعی، نه از روی خواهش جسم و نه از روی خواهش مرد، بلکه از خدا تولد یافتند. اینک کلام آدم شد و او در میان ما پر از فیض و مهربانی و راستی زندگی میکرد. ما آن بزرگی را که پدر به پسر یگانه خود داده است دیده ایم